سلام رفقا، چطورین؟ خیلی خوش اومدیم به ویدیو امروزمون. امروز اومدیم با تفنگ PCP کرال مگا که توی ویدیو قبلی معرفیش کردیم چند تا هدف بزنیم ببینیم چجوریه. همونطور که میبینید یه زیرانداز انداختیم. تفنگمون اینجا، میخوایم از فاصله‌های مختلف این شیشه ها رو بزنیم ببینیم چی کارش میکنه. از فاصله‌های مختلف الان میریم همشون رو میکارم، با شلیک میکنیم ببینیم دقتش چجوریه، قدرتش چجوریه توی فاصله‌های مختلف. با من همراه باشید. خب دوستان، از همینجا من میشمارم، بریم ببینیم هر کدومش هم متری بذاریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 29 30. خب دوستان، یه دونه از هدفمون رو داخل 30 متری می‌ذاریم. این شیشه‌های لیمونادمون. بریم دوباره از اینجا بشماریم. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20. خب یه دونه هم 20 متری همون میذاریم که میشه 50 متری از اونجا، و بریم که یه دونه این دوتا هم روی 100 متری بذاریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52. مثلا 52 متر تا اونجا که میشه 102 متر. حالا ما میگیم همون 100 متر، یکی 2 متر دیگه موردی نداره. یکی از هدفمون اینجا، یکیش هم اینجا قرار میدیم. هدفمون رو قرار دادیم و میخوایم از اونجا شلیک کنید. ببینید یکی از هدفمون روی 50 متری، یکیش رو 30 متری و از اون ته که زیرانداز مشخصه میخوایم شلیک کنیم. ببینیم چجوری میزنه. بریم که بزنیم. خب دوستان، بریم برای فاصله 30 متریمون خشابو بذارم بزنیم ببینیم چیکار میکنه. خب نابود شد. فاصله 30 متری خیلی دقیقه. بریم روی فاصله 50 متریمون ببینیم چیکار میکنیم. خودشو بگیرن. بچه‌ها ترکید. توی اون ویدیو براتون مشخصه، میذارم. خیلی دقیقه این تفنگ، عالیه، قدرتش هم خوبه. خب دوستان، بریم این فاصله 100 متری ببینیم میتونیم بزنیم یا نه. خشابو بذارم، یکم دور سخته دادم، نمیتونیم بزنیم یا نه. یکم راستش خورد و زیرش. یکی دیگه میزنیم. خب بچه، زدم داغونش کردم توی فاصله 100 متری. تقریبا 2-3 سان راست میزنه. 3 میل 3 تا دونه میچرخونیم دیگه، راست نزن. خب دوربینش هم تنظیم شد. خب دوستان، دید چی کارشون کردیم. آقا میخوام 2 تاشو بذارم تو فاصله 50 متری. اینا که یه دونه سالم داشتیم، هم اینجا که 50 متری بود. این یکیش، این یکی هم بذارم بغلش اینجا. خب از داخل دوربین براتون فیلم بگیرم ببینید چه جوریه. خیلی باحاله. بریم اون یکی رو بزنیم.
ببینیم میزنه یا نه. نابود شد. دست خوش. فاصلمونم اونجا بود 50 متر. خیلی دوره. باید از هم فیلم بگیرید هم بزنی، خیلی سخته. دوستان ممنونم که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. تونستیم با تفنگ ترک مارک کرال پانچر مگا از فاصله های 30 متر، 5 متر و 100 متری شیشه ها رو بزنیم. دقت خیلی بالا، صدای خیلی کم و قدرت 44 جول. تفنگ با قیمت مناسب خیلی خوبه. اگر دوست داشتین بگیم میتونم با این تفنگ رو با تفنگ استوپیک مقایسه کنم و ویدیوشو براتون بذارم. ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. لایک و سابسکرایب یادتون نره.